برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با عرض سلام و ادب در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. در برنامه امروزه درباره سفر اولین رستم امامعلی همچون رئیس مجلس ملی تاجیکستان به روسیه چند نظر خود را بیان خواهیم کرد. کوبینیم سفری واهمه چه نتیجه داد؟ حالا تماشابینان گرامی، کسانی که برنامه را از شبکه یوتیوب پیگیری دارید تگمه لایک را پخش کنید تا دیگران نیز وارد صحبت ما شوند. ما باشیم با کمال میل برنامه امروزه را آغاز میکنیم. رستم امامعلی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و پسر رئیس جمهور بار اول به حیث رهبر نهاد قانونگذاری کشور به روسیه سفر کرد. با وجود واهمه ساختن رسانه‌های دولتی از سفر نخستین نفر دوم کشور، تقریباً هیچ مسئله در آن حل نگردید. حتی مهاجران کاری، گرداننده‌های اصلی اقتصاد تاجیکستان و ده‌ها بیزنس شخصی شاهزاده از التفات او بهره‌ور نشدند. رسانه‌های دولتی واخوری رستم را با چند مقام بلندپایه روس چون اعتراف مقامات این کشور از مقام پسر رئیس جمهور به قلم می‌دهند. اما کارشناسان میگویند قبول رستم امامعلی از طرف مقامات روس هیچ بستگی به اعتراف نداشته، واخوری‌های پروتکلی بین منصبداران دو کشور است. برعکس، نهایی نگردیدن هیچ مسئله در این واخوری‌ها نشان می‌دهد که مقامات روسیه نسبت تاجیکستان کمترین تغییری نظری نکرده اند. این قول کارشناسان است. همچنین کارشناسان به این نظرند که در پس منظر حوادث بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان من بعد مقامات روس در مناسبت با شریکان استراتژی از التفات بیشتری کار خواهند گرفت تا از دورشوی آنها از کنارشان جلوگیری کنند. این است که حتی در صورت برایشان ناخوشایند بودن گفتگو در یک سطح با سیاستمدار چون رستم امامعلی نمی توانستند از قبول او در مسکو خودداری کنند. اما نواری که رسانه‌های روسی از سخنرانی رستم نشر کردند مناسبتشان با رئیس مجلس ملی تاجیکستان را به نمایش گذاشت. سفر رئیس مجلس ملی از سفرهای همیشگی پدرش کمترین فرقی نداشت. تنها دستفشاری، بررسی مسئله ها، سلفی و واهمه در رسانه ها کمتر فرق میکرد. مسائلی که رسانه های دولتی از بررسی آنها در واخوری های رستم با مقامات روس خبر میدهند 28 سال است که پدرش امامعلی رحمان هنگام سفرهایش به مسکو به بررسی میگذارد، اما هیچگاه حل خود را نیافتند. میگویند و میشنوند، ثبت میکنند، تمام. درباره واخوری رئیس مجلس ملی با همتای روسیش اگنتی دولتی خاور چند تا خبر نوشت. از جمله نوشت که با قناعتمندی ذکر گردید که مناسبت‌های دوستانه و همکاری استراتژی تاجیکستان و روسیه امروزها در همه سمت‌ها متصل رشد یافته، رابطه‌های بین پارلمانی منتظم به سطح صفتا نو می‌گذارند. ضمن مذاکرات یک چند مسئله‌های عمده از جمله جنبه اقتصادی همکاری دو جانبه که یکی از مهمترین بخش به حساب رفته توجه دائمی جانب‌ها را تقاضا می‌نماید بررسی گردیدند. در این جهت ضرورت نفوذ بیشتری مکانیزم کمیسی بین حکومتی عاید به همکاری اقتصادی، تأسیس کارخانه‌های مشترک در حدود تاجیکستان، استفاده امکانات منطقه‌های آزاد اقتصادی، جلب تکنولوژی پیشرفته رسیدگی به بخش‌های مختلف صنعت مملکت جهت کارکرد اشیا و صادرات منبعده محصولات تیار ذکر گردید. ضمن ملاقات دو جانبه اینچنین مسئله‌های مربوط به روند مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفتند. ضمناً به ضرورت از جانب ساختارهای ساحوی ادامه دادن کارها عاید به حل مشکلات روزمره بخش مذکور از جمله ساده‌گردانی ترتیب به قید گذاشتن و گرفتن پتنت برای کار،
بررسی نمودن امکانات عفو مهاجرتی تکراری نسبت به شهروندان تاجیکستان و برقرار کردن خط سیرهای هوایی منتظم میان دو دولت اشاره گردید. تماشابینان گرامی، شما می توانید خبرها درباره سفرهای نرستم، سفرهای خود امامعلی رحمان در 20 15 10 مایلش 5 سال پیش را بردارید و ببینید که در همه سفرهایش امامعلی رحمان عین همین مسئله ها را بررسی کرده است. اینها مسائل پروتکلی همیشگی در واخوری های مقامات دو جانب است که همیشه درباره اشان صحبت می شود ولی از دری همان اتاق گفتگو بیرون نمی رود. می گویند و می شنوند، ثبت می کنند، امضا می کنند، تمام وظیفه اجرا شد، گویا همه عالم گلستان شد. طول 28 سال است که انا همین خیر رفته ایستاد است. اگنتی دولتی خاور درباره همین سفر رستم امامعلی درباره واخوری هایش 4 مقاله نشر کرده است که همگی تقریبا به یک مضمونند و تنها سرلوحه هایشان فرق میکند. فقط سرلوحه، پایان همه یک خیل قریب. در واخوری و گفتشنید رستم امامعلی با معاون یکم رئیس دوم دولتی فدراسیون روسیه الکساندر ژوکوف، با معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه هم رئیس کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و روسیه عاید به همکاری اقتصادی الکسی اویرچوک و در جلسه کمیسیون عاید به همکاری بین مجلس ملی، مجلس عالی و شورای فدراسیون با اشتراک رهبران هر دو جانب نیز تقریبا همین مسائل بررسی شدند. پدر 28 سال باز همین مسائل را بررسی میکرد، پسرم آمد همین را تکرار کرد. رستم در واخوریش با ژوکوف درباره صادرات و واردات محصولات غذایی و سبزیجات و میوه نیز ذکر کرد. صادرات میوه های بهشتی تاجیکستان مسئله است که در هر واخوری امامعلی رحمان با مقامات روسیه و قزاقستان ذکر می شوند. حتی در سفرهای مقامات این کشور از میوه و سبزیجات پیرامید ها ساخته به نمایش میگذارند. اما با گذشت قریب 30 سال این مسئله حل خود را نیافته است. بازارهای این کشورها را میوه و سبزیجات ازبکستان پر کردند و صادرات آن با سرعت می‌افزاید. رستم امامعلی به حیث شهردار پایتخت با همتای روسیه‌اش سرگئی سبیانی نیز واخوری انجام داد. در آن برنامه همکاری برای سالهای 2020-2023 به امضا رسید. برنامه با مقصد توسعه رابطه ها در مساعدت و رشد اقتصادی شهرهای دوشنبه و مسکو روانه گردیده، سمت‌های افزایش‌ناک ادامه همکاری، بخش‌های تجارت و اقتصاد و غیره را در بر می‌گیرد. خلاصه همان مسائل تنها بین دو شهر و با ثبت شدن در کاغذ که این گونه کاغذها در 30 سال اخیر صدها دانه امضا شده‌اند، اما همان طور در کاغذ مانده‌اند. همین خیلی رسمیت ها وجود دارد. کاغذ های پیشتر کهنه می شوند. اوی بیا کاغذ های ابنویت کردن در کار، از نو امضا کن. مهلتش گذشت، پریده می رود، امضا می کند، گشته می رود. برای رسمیت ضروری کاغذ های کهنه شده، دیگر هیچ. رسانه های روسی از واخوری رستم امامعلی با ولنتین متوینکو نیم دقیقه از سخنرانی رئیس مجلس ملی تاجیکستان را نشر کردند و مناسبت واقعیشان با رستم را به نمایش گذاشتند. این قسم نشر شده سخنرانی رستم با این کلمه ها تمام می شوند: Rjada drugih mnogostranných parlamentských institutov. رستم به جای mnogostranných گفت، یعنی به جای بسیار جانبه بسیار عجیب. به جای اینکه بسیار جانبه گوید بسیار عجیب گفت. Мы также тесно взаимодействуем в рамках Международного межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ряда других многостранных парламентских институтов.
در این سفر که اولین هم بود و توجه به آن نسبت سفرهای کیها عادت شده امام علی رحمان بیشتر مشاهده میشد، رستم امام علی شانس معرفی خودش حداقل برای مهاجران تاجیک و جلب نظر مثبت آنها را در یک سطح معین داشت. یعنی رستم می توانست حداقل با چند نماینده مهاجران واخوری انجام دهد. حداقل واخوری آنلاینی با بهانه کرونا ویروس. مسائل داغ روزی مهاجرین را با مقامات روس به میان گذارد، از بازار یا ساختمانی که مهاجران تاجیک در آن مشغول کارند دیدن کند. با بازداشتگاه موقتی که همیشه صدها مهاجر تاجیک نگهداری می شوند برود و از حال آنها خبر گیرد. اما این کار را نکرد، به هیچ کجای نرفت. نشان داد که برای او هم مهاجری کاری تنها غلام است که در مکتب‌های تاجیکستان درس غلامی آموزانیده به روسیه فرستاده می شود تا به کشور اسعار خارجی وارد کنند. پول روسی وارد کنند. اسعاری که از آن 70% اقتصاد تاجیکستان و 90% بیزنس های شخصی خود رستم امام علی از جمله خالدینگ مناپولیستش اویستا گروه میچرخد. رستم نشان داد که فرزند پدرش است. یا به گفته ما اشتها بچه داداش و همان سیاست پدرش را ادامه خواهد داد. اینجا نهایت برنامه امروزی دیدگاه است. امیدوارم برنامه به شما معقول شد و حتما تکمه لایک را پخش کردید تا به دیگران توصیه شود. لطفاً آبونه شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظری خود درباره نوار را فراموش نکنید. همچنین پخش تکمه زنگوله به شما امکان می دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا هفته دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net